بدترین چیز در مناسبت محبت نیست، به اعتمادی است. وقت اعتماد می شکند، محبت می میرد، سخنها بی تأثیر می شوند و دلها آرام آرام سرد می گردند، زیرا پایه هر مناسبت اعتماد است. به آن حتی نزدیکترین آدمان هم بیگانه می شوند. اما یک سوال عمیق‌تر این است: اگر این به اعتمادی نه در بین دو انسان بلکه بین انسان و پروردگارش باشد چی؟ این دیگر تنها یک حسی بد نیست، این بریدن امید از ریشه است. خداوند در قرآن می‌فرماید که بعضی ها درباره او گمان بد دارند و این خود سبب تاریکی دل می شود. پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم فرمودند که خداوند تعالی گفته است: انا عند ظن عبدی بی، من همان گونه به بنده خود هستم که او درباره من گمان میکند. یعنی چی گونه گمان داری همان گونه با تو معامله می شود. اگر بنده باور کند پروردگار ما را نمیگذارد، او برای من راه میکشاید، راه حل هست، آنگاه دل آرام می شود، حتی در میان سختی. اما اگر فکر کند نمی شود، راه نیست، حل نیست، خود همان فکرها در امید را می بندند. پس مسئله روشن است. اعتماد نه تنها در آدمان بلکه در ایمان هم حیات است. و شاید مهمترین جمله همین باشد: تو چگونه به خدا باور داری، همان گونه آرامی خواهی یافت.